Stronghold Legends. Greetings, Lord Patrick. سلام، اومدیم با مرحله سوم استرانگهولد لجندز. اگر مراحل قبل رو دوست دارید ببینید و ندیدید، من یه دونه پلیلیست درست کردم به اسم استرانگهولد لجندز، مراحل کینگ آرتور. برید ببینید. بریم سراغ مرحله سوم استرانگهولد لجندز. به به. ملکه جدید آرتور رو دیده. از زمان رسیدنش تاریخ جدیدی توی قلعه رقم خورده. مهربانی و زیبایی ملکه باعث افزایش محبوبیت این قلعه میشه. اما زمانی که بانو برای شکار رفته، توسط خدمه پادشاه گور روبوده شده. سرزمینی که هیچ انسانی از اون زنده برنگشته. شوالیه قابل اعتماد آرتور یعنی لنسولات پیشنهاد کرده که به دنبال گوینویرز بره، اما هفته هاست که از اونم خبری نیست. نگرانیم که گور هر دوی اونا رو از بین برده باشه. نگرانم که مرا در وضعیت نامناسبی بیابی. من در یکی از سخت‌ترین و خطرناکترین مأموریت‌ها برای بازگرداندن ملکه بانو گوینویرز حضور داشتم. اما قبل از کشتن دشمن، پادشاه از من درخواست کرد تا از خون او درگذرم. از کشتن او صرف نظر کردم و پادشاه اجازه داد تا من ملکه را از گور خارج کنم. اما احساس عجیبی داشتم. تنها یک غرور جریحه دار شده باعث می شود تا فرزندی به پدرش خیانت کند. حال او به دنبال من است، مانند صیادی به دنبال صید. ملکه در غاری در همین نزدیکی پنهان شده، اما من در این برج به دام افتادم. تاریکی همه جا را فرا گرفته و این زمانی است که نیروهای اهریمنی در قدرتمندترین وضعیت خود می باشند. باید یک انبار بنا کنید. کجا رفتیم؟ خب این مرحله یکی از مراحلیه که من ترفند و روش خیلی عجیبی رو براش استفاده میکنن. خب آدمای خیلی به نظر خودشون عادی میان از اینا استفاده میکنن. موجودات عجیبی به ما حمله میکنن که میتونن این سربازان کماندار ما رو از خودشون بکنن. به خاطر همین یکی از روشایی که هست اینه که همه این سربازا رو بفرستی بالای قلعه، چون که این بازی فقط باید منتظر بمونی که لنسولات حالش خوب بشه، فقط باید این پر بشه و همین که فقط لنسولات زنده بمونه. و یکی از نعمتایی که توی این بازی داری داشتن شمشیرزن خیلی قدرت زیادی داره. قشنگ تا 5 دقیقه ضربه میخوره و اصلا نمردم، هیچ اتفاقی براش نمیافته. پس روشی که حالا استفاده میکنم رو، این شمشیرزن غیب میشه اگه ما بزنیم. سرورم، نه، سرزمین عجیبی که در آن گرفتار شده ایم احساس عجیبی در من ایجاد کرده. سوگند میخورم که شیطان در اینجا لانه کرده. نگهبانان چیزهای عجیبی مشاهده نمودند. خب همه سربازا رو باید از سر لنسولات مراقبت کنیم. او ضعیف شده و تا مدتی توانایی حرکت ندارد. خب لنسولات و همه کماندارا رو میفرستی بالای قلعه و این دوتا شمشیرزن هم میفرستی در مقابل اینا و کلن اینجا رو ول میکنی. الان میای چی کار میکنی؟ الان میای لنسولات هنوز کمی ضعیف است سرورم. چقدر حرف میزنی؟ اما به عنوان آخرین حربه میتوانیم از توانایی وی استفاده کنیم. به ما حمله شده. خب میای اینجا سیب خیلی زیاد میزنی که اصلا تولیدش خیلی زیاده و اینجا هم اصلا ول میکنی. اصلا مهم نیست که بهت حمله میکنن یا نه، هیچ اهمیتی نداره. یه دونه سربازخونه اینجا میزنی. نه کجا میرید؟ بیاید همینجا وایسی. و یه دونه اسلحه خونه هم اگه جا بشه اینجا. آها. و روش چیه؟ الان نه ما از چوب میتونیم استفاده بکنیم، نه از سنگ، نه از آهن و باید همش رو بخریم و تنها راه درآمدی هم که داریم فروش غذاست. غذا تا 12 ماه هم بمونه هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا 8 ماه اونقدر اصلا آدم نداریم. نه کنید شما میایید
و سیب رو میفروشید تا این برسه به 12. یعنی 12 ماه، برای 12 ماه غذا داریم. الان اینا که هی بهمون پول میده و ما اینجا میتونیم اسلحه بسازیم. 4 تا از اینا، چوب هم باید بخریم. میگم دیگه این 3 تا المان اصلی رو فقط باید بخریم دیگه. تنها کاری که میتونیم بکنیم خریدن چوبه. خب الان پول کم آوردیم، 59 ماه، چه خبره؟ میای اینا رو میفروشی، یه دونه خونه میزنی اینجا و اینا هم که دارن کار میکنن دستشون درد نکنه. یه دونه شمشیر و یه دونه هم بازم حالا میای چوب میخری، یه دونه هم از اینا. 10 تا آهن حالت عادی داری. بعد اگر کم اومد بازم باید آهن بخری، ولی خب خرید آهن خیلی گرونه و قراره که اونجا یکم پدرمون در بیاد. الان ببینید یه دونه از اینا میزنیم. نه 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 نه، ای وای، بیا بهش حمله کن. آه خدا را شکر کشته شد. اینا رو ما از دست میدادیم دیگه بدبخت میشدیم. یه قشنگ رو زدیم به لنسولات، گفتیم که خودت بیا و حمله بکن. تو هم بیا دیگه، چرا نمیای؟ نردبان‌های دشمن کنار دیوارهای قلعه هستند. ببینید هی شمشیر زن میزنی. الان چند تا داریم؟ 4 تا. و این شمشیر زن ها ببینید که اصلا نمیمیرن، عجیب غریب. همشون هم میذاریم روی مشت که حمله بکنن. چوب هم میخریم و لنسولات هم نصف جونش خوب شد، فقط یه نصف دیگه مونده. الان فقط منتظر میمونیم غذا میفروشیم و شمشیر زن میزنیم و لذت دنیا رو میبریم. خیلی هم راحت. حالا اگه میخواستیم از اینا استفاده بکنیم، از این دوتا و حتی چوب، قرار بود که پدرمون در بیاد، ولی خب الان خیلی راحت داریم مرحله رو رد میکنیم، فقط هم با 4 تا شمشیر زن که الان شد 5 تا. ما کنترل یکی از دروازه‌ها رو از دست دادیم. اونا قبلا از دست داده بودیم، نگران نباش. الان دیگه میزنیم دیگه. اصلا حالا شروع میکنن پاره بکنن. فقط آهنم کم آوردیم. سر لنسولات رو به بهبود است. میتوانیم از این شرایط رهایی پیدا کنیم. سر لنسولات. ای حالت خوبه؟ آره اینکه به نظر حالش خوبه. داره عشق میکنه در مقابل این همه جنگی که به سمتش شد و هر لحظه احتمال داشت که ببازه و تمام شد. پیروزی از آن ماست به راحتی هرچه تمامتر. با اتفاقات اخیر بانو گوینویرز بسیار حساس و خسته شده. او اینک در کملات و نزد همسرش تا حد زیادی تغییر کرده، بسیار دوراندیش و محتاط شده. تنها حضور سر لنسولات باعث آرامش خاطر وی می شود. خب بانو گوینویرز هم رفت اشغالشو بکنه. ما هم میریم اشغالمون رو میکنیم تا یه ویدیوی دیگه و یه چرت و پرت دیگه. فعلا خدافظ. چین دامنت تو جون مادرت اینجوری بیرون